سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. امروز میخوام کیک هلو زعفرون رو درست کنم. مواد لازم: آرد 2.5 پیمانه، بیکن پودر 1 قاشق غذاخوری، پودر هل 1 قاشق چای خوری، شکر 2 پیمانه، تخم مرغ 5 عدد، روغن 3/4 پیمانه، شیر 3/4 پیمانه، زعفرون دم کرده 5 قاشق غذاخوری. اول از همه داخل یه لیوان دسته‌دار فرانسوی 5 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده رو داشتیم می‌ریزیم توی لیوان. بعد بهش هل آسیاب شده رو که 1 قاشق چای خوری بوده پر می‌ریزیم داخل زعفرونا. بعد با هم مخلوطشون می‌کنیم و بعدش به شیر رو اضافه می‌کنیم. این شیر رو و بعد مخلوطش میکنیم و 5 قاشق غذاخوری گلاب داشتم، اونا رو هم بهش اضافه میکنم. اینا رو با هم مخلوط میکنیم میذاریم کنار. در این مرحله سعده سفیده تخم مرغ ها رو از هم جدا میکنیم. 5 تا سفیده رو با همزن مقداری میزنیم تا از این لختگی در بیاد. بعد 1 پیمونه شکر داشتیم، 1 پیمونه شکر رو بهش اضافه میکنیم. بعد شروع میکنیم به هم زدن. سفیده شکر رو اینقدر هم میزنیم که کاملا مثل یه حالت خامه‌ای پیدا کنه و وقتی که ظرف رو ما میخوایم برمیگردونیم این سفیده نریزه. ما 5 تا زرده تخم مرغ داشتیم. حالا 5 تا زرده تخم مرغ رو با 1 پیمونه شکر، البته ما 2 پیمونه شکر داشتیم، 1 پیمونه شکر با سفیده زدیم. حالا 1 پیمونه شکر رو با زرده میزنیم. اینقدر میزنیم که این زرده حجمش 2 برابر بشه. و حالا مخلوط شیر و زعفرون دم کرده و هل و گلاب رو اضافه میکنیم و چند ثانیه هم بزنیم. بعد روغن رو اضافه میکنیم. بعدش حالا نوبت آرد رسیده. آرد رو در چند مرحله باید اضافه میکنیم. من 3 مرحله اضافه کردم. الان یه مقدار اضافه کردم. حالا هم میزنم. بعد مرحله دومم میریزم. در 3 مرحله آرد رو به مواد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. با لیستک هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشه. و وقتی که کاملا مخلوط شد سفیده رو به مواد اضافه میکنیم. بعد کاملا هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. بعد در قالب وقتی که تمام مواد با هم قاطی شدن، مخلوط شدن و یه رنگ نارنجی رنگ به دست میاد، و در یه قالب رو که از قبل کفش رو چرب کردیم میریزیم و در دمای 100 بستگی به فرمون داره، در دمای 160 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقیقه میذاریم.